با نام خدای تعالی. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش‌های روزگار و هموطنانی عزیزی که در داخل تویتون هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان عزیز، میخوام در برنامه امروزه برای شما کمک معلومات بده درباره فرانسه. فرانسه در کجا هست، فرانسه چی هست و دیگر و دیگر و دیگر. و چون خیلی موضوع خوب است، مثلا فایده ور برای هموطنان، من میخوام که در برنامه‌های بعدی مشخص مفصل گفتی گپا معلومات ها را جمع کنم و بهر شما پیشکش کنم و چگونه به فرانسه باید آمد، چگونه مثلا ویزا گرفت، با کدام ویزا ها میتونیم به فرانسه بیایم، ویزای سیاحی، ویزای توریستی، نمیفهمم ویزای دانشجویی، ویزای نمیفهمم کارگری، دیگر همه اینها رو من ان شاء الله جمع آوری میکنم و در برنامه بعدی بهر شما پیشکش خواهم کرد. دوستان عزیز، به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و حمایت از کانال ما فراموش نسازید. حمایت شما دوستان عزیز چی از یک لایک ماندن، یک کامنت نوشتن، چون میخوام که دیگه برادران مثلا این برنامه رو ببینن، شاید بهر آنها یک مصلحت خوبی باشه برای آمدن به اروپا یا به فرانسه. دیگه گفتی برادرای ایرانی پرحرفی نمیکنم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم و منتظر برنامه‌های ما باشین. خداوند یار و مددگار همه ما شما باشد تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. بدرود. سلام دوباره دوستان عزیز. چنانچه گفتیم امروز برنامه فرانسه است، درباره فرانسه و چنانچه گفتم میخوام که در این باره در برنامه بعدی مفصل تر گپ بزنم، چون خیلی موضوع خوب است برای برادرها، برای هموطنان عزیز و این برنامه مخصوص به خاطر شخصانی هستند که میخوان که به فرانسه یا به اروپا بیاین. این برنامه برای همون شخصان است که مثلا اینترست دارن و میخوان که از هر راهی که باشه خود به اروپا برسونن. و هم خود دوستان عزیز، ما چندین برنامه ها را دیدیم در شبکه یوتیوب که از مثلا برادرها و همشهری ما از امریکا گپ میزنن، برنامه دارن، از انگلستان یا که از انگلیا گپ میزنن، برنامه دارن، از تمام نقاط های دولت های دنیا ما دیدیم، یا از آلمان برنامه دارم و از فرانسه من تا حالی ندیدم. با اون خاطر گفتم فعلا که من در فرانسه قرار دارم، من باید یک برنامه به خاطر برادرها و به خاطر هموطنان عزیز یک برنامه آماده بسازم که از حال و احوال، از زندگی، از کار و بار، از نمیفهم از دانشجویی و از خواندن و از همه اینها، از مکتبی میانه سر کرده تا با کارگری و دیگه همه اینها رو من انشاءالله تک اینها رو نوبت به نوار میکشم و بهر شما پیشکش میکنم. و دوستان بازم گفتم که این برنامه برای شخصانی که میخوان که به فرانسه بیاین یا به اروپا، این با اون شخصان است و کسانی که نسبت به این برنامه چی گفتنی و چی درخواست، چی پیشنهادی که دارین، حتما زیر ویدیو با ما کامنتر بنویسین، ان شاء الله ما همه یارا میخونم و جواب میدیم. دیگه باقی منتظر برنامه باشین ان شاء الله. دیگه فعلا شما رو به خدای پاک میسپارم تا برنامه بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.